السلام علیکم برادرای عزیز، دوستان گرامی قدر. چون که شما خواهش کرده بودید توسط اینترنت من سرودای زنده با گیتار برای شما تقدیم کنم. سرودی پیشینه‌ها، سرودی مادر رو اینک فرصت یافتیم برای شما یک سرودی مادر رو زنده برای شما تقدیم میکنم که از البوم یکم با قلم شادروان استاد مولوی شیرالی نوشته شده بود. مرحمت اینک برای شما پیشکش میکنم. هر جای باشید، صحت سلامت باشید. با شما، با اهل خاندان شما، با بچه جانای شما، با مادر جانای عزیز صحت سلامتی تنسیتی تمنا دارم. اون کسایی که مادر ندیدن، یعنی که مادرشان از دنیا گذشته است، خدا رحمت کنه، جاشان جنت کنه. و مادر من مادر شماست. خدا باقی مادر عمر مادرای دیگر را صحت سلامت دیگه بدارد و عمرشون دراز باشه. سلامت باشید. مرحمت سرودی مادر برای شما. در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که درگیر داغ تقدیرم. در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که درگیر داغ تقدیرم. دلم خواهد نوازیش های دستانی تو را امروز، دستان تو را امروز. دلم خواهد نگاهی چشم مستانی تو را امروز، مستانی تو را امروز. در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که درگیر داغ تقدیرم. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها به سوی قبله بگشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسلم کرده ای برای دور، سپس از پشتی من گریسته ای در خود فرو مانده. مادر مادر، در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که درگیر داغ تقدیرم. دلم خواهد نوازیش های دستانی تو را امروز، دستان تو را امروز. دلم خواهد نگاهی چشم مستانی تو را امروز، مستان تو را امروز.